سلام دوستان، امیدوارم که حالتون عالی باشه. هر جای دنیا که هستید با انرژی هایی که در حال حاضر روی کره زمینمون حاکم هستن تونسته باشید که بهترین استفاده رو بکنید. خب دوستان، این ویدیویی که یکم پیش دیدید درباره یه تکنیک خیلی قدرتمنده که در ادامه این ویدیو واسهتون توضیحش میدم که خیلی قدرتمنده و اگر دوست داشتید شما میتونید ازش استفاده کنید. خب دوستان، همونطور که حالا خیلیاتون میدونید، انسان هایی که توی آگاهی هستن میدونن ما یک حاله داریم که جسممون توی این حاله قرار گرفته. یعنی یه چیزی یه همچین چیزی رو تصور کنید دور خودتون که ما در این حاله قرار گرفتیم و این حاله یک الکترومغناطیس هستش. یک الکترومغناطیس هستش که خب درخت هم یک الکترومغناطیس هستش که به زمین وصله. و کاری که من توی این ویدیو کردم، همونطور که دیدید، همونطور که یکی از دستام به درخت بود 9 بار دوره این درخت من چرخیدم. چرا این کاری کردم؟ ما این کار رو میکنیم، میتونید اینطوری تصور کنید که وقتی که دوتا الکترومغناطیس به هم وصل میشن و 9 بار دوره اون الکترومغناطیس ما میچرخیم، این کار باعث میشه که یه جورایی الکترومغناطیسی که ما هستیم با اون درخت که یه الکترومغناطیسی واسه خودش داره، این دوتا به هم وصل بشن، یه جورایی به هم گره بخورن. و وقتی که ما این کار رو انجام میدیم باعث میشه که این درخت تا وقتی که سر جاش هست و داره اون زندگی میکنه، هر اطلاعاتی که به دست میاره اون اطلاعات همزمان به ما هم ورود بزنه و این درخت تا وقتی که زنده است به ما وصله. شاید وقتی این کار انجام میدید واسه من اینطوری بود که زمان برد که من خب واسم یه سری کد باز بشه، ولی به نظر من خیلی تاثیر داشت توی راه آگاهیم. این تکنیکو آقای مصطفی آرمیان توی پیجشون به ما معرفی کردن و بهمون یادش دادن که به نظرم حتما امتحانش کنید. یه تکنیک فوق العاده است که میتونه توی راه آگاهی خیلی بهتون کمک کنه و ازش راحت نگذرید. این پیج رو حتما دوستان حمایت کنید و سعی کنید واسه دوستاتون بفرستید، حداقل 5 تا از دوستاتون. سعی کنید کامنت بذارید که انسان‌های بیشتری به پیجم ورود بزنن و از این اکانت یوتیوبم حمایت کنید که منم انگیزه بیشتری بگیرم و همیشه ویدیوهای بیشتری واسهتون بذارم. خیلی دوستتون دارم، همتون عشق و نورید و خوشحالم که توی این راه با هم همراهیم. مرسی.